صبح شما پر از خیر و شادی باشد. بیننده بینید عزیز رادیو آزادی، در آغاز یک صبح جدید شالو گلخوجه هستم که از پراگ شما رو همراهی میکنم و در اینجا حال و ساعت رسا 7 است و هوا طوری هم میبینید سرد است. همگی 8 درجه گرمی هست و تو جریان روز 13 درجه گرم می شود. در مسکو باشد که اونجا بیشتری مهاجران تاجیک کار زندگی دارند. در اونجا امروز باران کوتاه مدت باریدنش در نظر است و حرارت هوا در اونجا نیز به 8 درجه برابر خواهد بود. اما در تاجیکستان آفتاب رویا امروز هم هوا گرم است. حالا نشان میدهند که حرارت هوا 22 درجه است و تا بیگاه در دوشنبه گرمی 26 درجه را تشکیل خواهد کرد. خب از بود هوا گفتیم. موضوعی که فکر میکنم برای شما هم مهم است اینکه بدونید که با کدام لباس به بیرون براید و حالا رو میاریم با تقدیم خبرهای تازه از تاجیکستان و جهان. مقامات انتظامی تاجیکستان با استرداد پرویز تورسونوف فوتبالباز سابق تیم خیر وحدت آمادگی میگیرد. تورسونوف را با اکستریمیسم متهم میکنند. وزارت داخلی تاجیکستان میگوید که برای استرداد او به مینسک سنت‌های قطعی پیشنهاد خواهند کرد. وزارت داخلی تاجیکستان 22 فوریه 2018 علیه تورسونوف بر اساس ماده 307 پریم 1 دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی پرونده جنایی باز کرد. این پرونده در حالی باز شد که تورسونوف با همسر و 4 کودکش در ترکیه به سر میبرد. مقامات جزئیات پرونده او را باز نکردند و معلوم نیست که او چگونه و کی را به تندگرایی دعوت کرده است. درباره بازداشت پرویز اخیراً همسرش سیاره سبحانوه از شهر کیف به رادیو آزادی خبر داده گفت که شوهرش را روز 18 سپتامبر هنگام کوشش برای مهاجرت در فرودگاه مینسک دستگیر کردند. همسر پرویز تورسونوف افزود که در فرودگاه بعد تفتیش سندهای آنها شوهرش را به اتاق دیگر بردند و دیگر نآوردند. خود سیاره و 4 فرزندش را در فرودگاه 3 روز نگه داشته سپس به اوکراین بازپس فرستادند. اسم پرویز تورسونوف 43 ساله که یکی از فوتبالبازان اساسی تیم خیر وحدت بود 7 سال پیش به دلیل ریشی در روزش رسانه‌ای شد. آن زمان او به بازی‌های مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان راه نیافت و برای ریشش فوتبال را ترک نمود. نزدیکان پرویز میگویند فعلا اعمال او از طرف مقامات انتظامی مینسک بررسی شده و هنوز معلوم نیست که تصمیم نهایی آنها چی خواهد شد. قانون‌های تاجیکستان برای دعوت به افراطگرایی از جریمه‌های هنگفت و تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. دوام یک سال اخیر صدها نفر ساکنان تاجیکستان با جرم افراطگرایی بازداشت شدند که اکثر آنها پیروان رویه سلفی هستند. موضوع دیگری ما نیز بخشیده به فوتبال است. فوتبال جهانی. دیروز در لندن لوکا مودریچ محافظتگر دسته ریال مادرید و کاپیتان دسته منتخب خرواتیا از طرف فیفا بهترین فوتبالباز سال 2018 نامیده شد. مودریچ 33 ساله در آوازدهی نهایی کریستیانو رونالدو پرتغالی و محمد صلاح مصری را شکست داد. مودریچ امسال همچون عضو دسته ریال مادرید با گرفتن جام قهرمانی اروپا سزاوار شد. همچون کاپیتان دسته خرواتیا در جام جهانی فوتبال جای دوم را اشغال کرد. سرمربی دسته منتخب فرانسه دیدیه دیشامپ بهترین مربی سال شناخته شد. در بین زنان فوتبال باز باشد مارتا ورزشگر دسته منتخب برزیلیا بهترین زن فوتبال باز عنوان گرفت. و رو میارم با خبری جهانی. وزیر مدافع آمریکا جیم ماتیس اتهامات ایران درباره دست داشتن آمریکا در حمله مرگباری پرد نظامی اهواز را رد کرد. روز 24 سپتامبر در پنتاگون ماتیس با خبرنگاران اشاره نمود که ماموریت آمریکا دونالد ترامپ حمله به پرد نظامی را که در تاریخ 22 سپتامبر در شهر اهواز ایران به عمل آمده حیات کمش 25 نفر را از بین برد محکوم کرده است. دو گروه تا به حال مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. یکم گروه عربی ضد حکومتی با نام مقاومت ملی به نام اهواز و دیگری گروه دهشت افکن دولت اسلامی. خب به جای یادآوری است که روز 24 سپتامبر در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو حمله به پرد نظامی اهواز را محکوم کرد. پامپئو در صحبت با تلویزیون فوکس گفت از این فاجعه متاسف است ولی وقتی فاجعه در خانه روی می‌دهد جستجو نمودن گناهکاران در خارج عمل نادرست است.
خب رو میارم با خبرهای تاجیکستان. مقامات انتظامی در شهر دوشنبه بیش از 10,000 نوبالغ را معین کردند که به طالباندگی و آواره‌گردی و انجام کارهای سیاه مشغول بودند. این آمار سال گذشته و 8 ماه امسال را در بر میگیرد و در یک نشست با شرکت ریاست امور داخلی شهر دوشنبه با مدیران مکتب‌ها و نمایندگان معارف صدا داده است. از همین تعداد کودکانی که به شعبه پلیس انتقال داده شدند بیش از 6,000 نفرشان خوانندگان مکاتب دوشنبه بودند. وبسایت وزارت کارهای داخلی می‌نویسد ضمن این جلسه شریف نظرزاده رهبر ریاست امور داخلی پایتخت از افزایش جنایتکاری میان نورسان نگرانی کرده است و از جمله گفته است اکثر اعمال غیرقانونی از جانب نوبالغان شبانه انجام می شود. از جمله تحلیل نشان دادند که 50% جنایت‌های ثبت شده از ساعت 12 شب تا 6 سحر صادر شده. رهبر ریاست داخلی افزایش جنایتکاری را باز هم به بی‌نظارتی نورسان وابسته دانسته است و همچنین در این جلسه گفته شده است که انیقترش پیشنهاد شده است که اگر من بعد مدیران مکتب‌ها یگان قانون ویرانکنی طلبگان را پنهان می‌کنند و آنها مجازات پیش بینی کرده شود. و یک موضوعی که طول چند روز بیشتری کاربران رادیو آزادی با ما مراجعت میکنند در نسبت قطع شدن نیروی برق در منطقه‌های مختلفی تاجیکستان است و آنها میپرسند که آیا واقعا هم لیمیت جاری شده است یا نه. خوب بیننده عزیز، همکاران ما در دوشنبه تلاش کردند با مسئولین شرکت برق تاجیک همین موضوع را در میان بگذارند و شرکت برق تاجیک در جواب گفت که هیچ گونه محدودیت یا لیمیت انتقال نیروی برق در کشور جاری نیست. طوری هم در بالا گفتم، این هم در حالی است که ساکنان دهات تاجیکستان شکایت میکنند که چند هفته باز انتقال نیروی برق به خانه هایشان قطع می شود و 19 ساعت در شبانه روز برق ندارند. اما ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت در تاجیکستان دیگر هیچ گونه لیمیت وجود ندارد و انتقال نیروی برق بر طبق رجه تا زمان انجام کارهای پروفیلاکتیکی یعنی تا 1 و 2 اکتبر ادامه میکند. برخی ساکنان تاجیکستان میگویند که نیروی برق را در دهات از ساعت 11 شب تا ساعت 5 بامداد قطع میکنند. خب در جریان روز مردم 5 ساعت با برق تامین هستند. باید گفت که سال گذشته در تاجیکستان لیمیت انتقال برق برداشته شده بود و مقامات هم گفتند که ساکنان از این پس به محدود به نیروی برق دسترسی خواهند داشت. خب حالا مقامات برق تاجیک میگن که این با تأخیر دادن برق به آمادگی به زمستان وابسته است و در روزهای نزدیک انتقال برق به مثل پیشتر بدون جاری کردن محدودیت داده می شود. یک خبر دیگری ما مربوط به حشر 10 میلیسه در زمین‌های پخته ولایت ختلان است. 150 کارمند میلیسه همراه با سردار پلیس ختلان اسکندر صالح زاده در نویه یوان پخته چیدند. باید گفت که در 9 گکتار خواجگی یورسانی وزارت کارهای داخلی واقع در نویه یوان 36 گکتار پخته کشت کرده شده است و باقی مانده زمین‌های کارم آبی دارد. وزارت کارهای داخلی میگوید حاصل محصولاتی که در زمین‌های خواجگی یوری رسان جمع‌آوری کرده می شود بهره بهتر نمودن شرایط اجتماعی کارمندان میلیسه استفاده کرده می شود و از این خاطر هم در روزهای استراحتی 10 میلیسه ها همراه طوری گفتم گنرال در یوان به پخته‌چینی مشغول بودند که آن 9 گکتاری این زمین های یورسان را تشکیل می دهد. و یک خبری که فکر میکنن به مهاجران مهنتی بستگی دارد، اونهایی که دائم به روسیه پرواز میکنند از تاجیکستان. باید گفت که شرکت سومون ایر پروازهایش را از دوشنبه به فرودگاه ژوکوفسکی آغاز کرد. این پروازها هفته 3 مرتبه راه اندازی شدند. همچنین هواپیماهای سومون ایر از شهر کولوب نیز به این فرودگاه ولایت مسکو مسافر میبرد. تا امروز از روی این خط سیرها تنها 2 شرکت روسی اورالسکی اویالینی و یوتر پرواز میکردند. ضمناً برای راه اندازی این پروازها در اوایل سال جاری میان 2 کشور یعنی روسیه و تاجیکستان بحث‌های هوایی برخاست. جانب تاجیکستان روسیه را برای رعایت نکردن پاریته یا برابری در پروازها ابدار کرد. بعداً در پی مذاکرات و امضای پروتکل جانب‌ها به سازش رسیدند که هواپیماهای تاجیکستان و روسیه با نوبت پرواز خواهند کرد و یادآور میشم که سالانه نه کمتر از 1 میلیون اهالی قابل کاری تاجیکستان برای کار و زندگی به روسیه میروند و سالهای اخیر هواپیما از عمده‌ترین
муҳимтарин василаи расидани муҳоҷирони тоҷик ба Русия шуда аст ва ин вазъ тиҷорати ширкатҳои ҳавоиро гарм нигоҳ медорад ва онҳо дар амри ҷалби муштариён бештар аз рӯи қонуни бозор амал карда қимати билети парвозро ҳам муносиб ба киссаи муҳоҷирон мекунанд ва باید گفت که بازم در پای این موضوع بالوروی نرخ چیپته‌ها با وجود میاد که در طول چند ماه اخیر به مراتب نرخ بلیط به سمت روسیه گران شده است و طور هم چند روز پیش همکاران ما از بلیط فروشی گزارش آماده کردند. فعلا یک چیپته تا به سمت از دوشنبه تا روسیه تقریبا $300 ارزش دارد. یک خبر ورزشی هم داریم. کامرانشاه استوپیریون پهلوان معروف توجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به جودو که در پایتخت آذربایجان شهر باکو جریان دارد در روز 24 سپتامبر در وزن زیر 90 کیلو رقابت کرده از مدال بی‌نصیب ماند. او مقام هفتم را در این سبقت صاحب شد. باید گفت که در مسابقه که روز 20 سپتامبر شروع شد و تا 27 سپتامبر ادامه می‌یابد تا حالا 7 ورزشکار توجیک در رقابت‌ها میان مردان شرکت ورزیدند و یگان مدال را صاحب نشدند. بعد نتیجه گیری 4 روز مسابقه قهرمانی جودوی جهان در باکو در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ژاپن با کسب 4 مدال طلا، 5 نقره و 1 برنجی در جای اول است. باید گفت که این مسابقه پرنفوذ جهانی با گشتگیران امکان می‌دهد که خزینه امتیازهای خود را در فهرست فدراسیون بین‌المللی جودو پوره نمایند. اینچنین برای دریافت رخصت‌ها به بازی‌های المپیک سال 2020 در توکیو امتیازهای مهم به دست بیارند. برای مدال طلا 2000 امتیاز، برای مدال نقره 1400 امتیاز و برای مدال برنجی 1000 امتیاز داده می شود. بهترین دستاورد تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جودوی جهان مدال برنجی پهلوان معروف رسول باقی به شمار می رود که سال 2007 در ریو د ژانیرو برزیل در وزن زیر 73 کیلو به دست آورده است و حالا منتظر می شویم که دو ورزشکار توجیک تا کجا می توانند در این سبقت با نفوذ مدال به دست بیارند یا اینکه ظاهرا ورزشکاران ما بدون مدال به وطن برمیگردند. و در آخر یکی از سوالی که بازم شما کاربران عزیز رو به تشویش میارد و شما از ما خواهش میکنید که ما هر روز در برنامه‌هایمان در این باره بگیم، این هم قرب روبل روسی و دلار در تاجیکستان است و طبق معلومات آخری که ما در دست داریم امروز در صرافی‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی 140 سومانی و $100 باشد بر عوض 942 سومانی تبدیل کرده می شود و این هم در حالی است که گفته می شود طول 2 روز اخیر بازم همین قرب روبل روسی کمی بالا رفته است و فکر میکنم بازم باعث خرسندی شما مهاجران عزیز است که در روسیه اساساً با روبل روسی معاش میگیرید. و بیننده عزیز اگر هر سوال دارید شما میتونید به ما مراجعت کنید و باز منم تلاش میکنم در جریان روز به این سوال های شما پاسخ بگم و از اون که طول چند دقیقه با ما بودید به شما تشکر میگم و همه شما بیننده عزیز رو بازم بعد از ساعت دیگر با خبرهای تازه منتظر میشوم. فراموش نکنید ما رو در آزادی ویدیو که همین حالا تماشا دارید بازم پیگیری کنید.